حج با یک تا میگه حج با بالای من فرض شده حج برم ثواب داره، یا این پیسه ما به فقرا بتم. این میگه نه پیسه تا به فقیرا بده بسیار ثوابش بالا. و حج نرم نه، پیسه حج به فقیر تقسیم میکنه به مسکین. فرضیت از گردن ساقط میسازه، در حالی که حج با بالایش فرض شد. میگه نه پیسه تا به فقیر بده. میگه دلیلش چیست؟ میگه دل به دست آور که حج اکبر است. دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیل آزر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل گذرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیادی خلیل آزر است. اون کعبه را حضرت ابراهیم تیار کردن، لیکن دل گذرگاه جلیل اکبر است. این دل جای نشستگاه خدای ما و شماست. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. حج یک حکم قطعی الله است که کسی ترک کنه بسیار گناه بزرگ است. و دیگه حدیث بسیار صحیحه که مشهور است: بنی الاسلام علی خمس، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقامت الصلاة، ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پنجمش الله پنجمین رکن رسول الله بیان کرده که حج بیت الله. و حدیث دیگه در بخاری است که رسول الله گفت: یا ایها الناس حج البیت، ای مردم بیت الله را حج بکنین. مرد یک نفر خیز گفت: اکل عام یا رسول الله، هر سال حج کنیم؟ رسول الله سکوت کرد. باز گفت بعد از او گفت که اگر لو قلت نعم لوجبت، اگر من میگفتم بله واجب میشد. چیزی که براتون گفتیم دیگه سوال نکنین، آنچه که به شما امر میشه او را انجام بدین، چقدر که توانایی دارین. از آنچه که نهی شدین منع شوین. دیگه از پیش خود زیاد سوال نکنین. پس از اوجا فهمیده میشه که در عمر یک مرتبه حج فرض است و کسی اگر از فرضیتش انکار میکنه مرتد از اسلام کافر میشود. متاسفانه بعضی صوفیا و بعضی جاهلا فرضیت حج دیگه سو بردن، بسیار گپای خراب میزنن. حتی میگن که حج با یک تا میگه حج با بالای من فرض شده حج برم ثواب داره، یا این پیسه ما به فقرا بتم. این میگه نه پیسه تا به فقیرا بده بسیار ثوابش بالا. و حج نرم نه، پیسه حج به فقیر تقسیم میکنه به مسکین. فرضیت از گردن ساقط میسازه، در حالی که حج با بالایش فرض شد. میگه نه پیسه تا به فقیر بده. میگه دلیلش چیست؟ میگه دل به دست آور که حج اکبر است. دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیل آزر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل گذرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیادی خلیل آزر است. اون کعبه را حضرت ابراهیم تیار کردن، لیکن دل گذرگاه جلیل اکبر است. این دل جای نشستگاه خدای ما و شماست. اینی دلیلش. یک شعر میخوانم: دل به دست بیار. میگم حج اکبر اینمیست، از هزاران کعبه یک دل بهتره. از هزار کعبه. وقتی که یک آدم بفهمه از هزار کعبه یک دل بهتر است، چرا حج بیت الله برو؟ با یک دلیل هم برش میگه که دلیلش چیست؟ از هزار کعبه یک دل بهتر. میگه دل گذرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آزر است. اینی دلیلش. دلیل ساقط کردن فرضیت حج هم یک شعر بود. با برای دیگه دلیل گفت خلاص. دل گذرگاه جلیل، گذرگاه دل که هست میگه تیر میشه و از پیش جلیل اکبر. جلیل یعنی الله رو میگه، از او تیر میشه، گذرگاه از او. کعبه که از بنیاد خلیل آزر است. این را خب ابراهیم جور کرده. یعنی که این تو معلوم میشه که حج بیت الله از طرف ابراهیم و دل که از با الله ارتباط داره، حج که از با مخلوق ارتباط داره. بازو میگه نه. بسیاری فقیرای جاهل چی میگن؟ این حاجی ها حجشان قبول نیست. چقدر فقیر در افغانستان از میره حج. فکر کن حجشان قبول نشد. حج در پالی خانیت است، در پالی خانیت حج است. چیست این مسکین میگه چند پا بوده خلاص حاجی شدی. بازمو تو هم است. بعضی ها را یقین کنین دیدیم در بعض ولایت ها
پیسه حج برده چی کرده؟ همین گپاره که شنیده رفته یک چند بجار خریده با فقیرا برده. بعد از او را میگن حاجی اکبر. حاجی اکبر صاحب چطور است؟ حاجی اکبر او را میگه حاجی اکبر کردم، پیسه حج برد با فقیرا داد. او میگه برو من حج کردم، مقصد پیش مردم حاجی باشم دیگه، من چی میکنم بیت الله را. یعنی این کلمات، این شعر، این گپا در برابر آیت قرآن گفتن هیچ کفری و شرکی است. این کلمات کفری شرکی است، خودش کلمات کفری است. در برابر آیت قرآن این گپا را میگی. برای فقیر و مسکین الله یک رکن بزرگ اسلام تعیین کرده که زکات است. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات، زکات برای فقیر و مسکین است. حج خود جداست، حج برو جدا و زکات در این وقت زکات میته. ولی متاسفانه که به انجام این فریضه امروز مشکلات زیاد است، که چون که یک حکومت اسلامی سرتاسریه که همه مسلمان ها در تحت سایه یک جغرافیا زندگی کنند، بسیار مسلمان های ما از حج محروم است. متاسفانه که امروز بیت الله این ثواب ها را که میشنوی و فرضیت دلت میگه که پیسه دار شدم زود برم، ولی موانع وجود داره. بیت الله را یک گروه مسلمان ها به نام خان آل سعود که امو خانواده عربستان سعودی است، قوم سعود او را قبضه خود کرده است و اونا حلیف و همپیمان امریکاست متاسفانه. و کسی که امریکا او را دوست نداره، مخالفش است، او در اونجا رفته نمیتونه، دزگیر میشه، به امریکا داده میشه. تو یک ظلم روان است. بسیار مسلمان های ما از فریضه حج محروم است، نمیتونه. اینجا ضرورت اساسی ایجاد میشه که یک حکومت قوی اسلامی باشه که آل سعود او سکنه. بیت الله برای کل مسلمان ها راهش باید باز باشه، به هر مسلمان. دیگه پاسپورت و قیمتش کردن که این هم یک مصیبت کلان جور کردن. خب بعضی آداب هم برای حج است. خب در ارتباط ترک حج بسیار حدیث دیگه بود، ضعیف بود، که حتی رسول الله هم میگه که اگر کسی حج به بالایش فرض شد مانعی وجود نداشت، نه پاچا نه راه و نه خوف، راه هم امن بود. اگر نمیره به حج فین مات، اگر میموره مات یهودیان کان او نصرانیان، یا یهودی میموره یا نصرانی. چندین احادیث میتو است. یک حدیث دیگر هم دیدم امام بیهقی روایت کرده، میگه عبدالله ابن عمر گفت برو در شهرها بگرد، در دوران خلافتش نفر خود روان کرد، هر کسی که حج به بالای فرض شده نامد جزیه را سرشان مقرر کن. ما هم به مسلمین نه مسلمان نیستن. و در حکومت اسلامی که باش حج به بالای کسی فرض شد او را تشویق میکنه و روانش میکنه، برو میگه به حج. بعضی آداب است برای حج رفتن، بسیاری هم تفصیلی بود ولی ما خلاص بسیار کوتاهش میکنم. یکی اخلاص که فقط به خاطر الله باشد. بیشتر گفتیم که الله در قرآن میفرماد من کان یرید الحیات الدنیا، کسی که اراده میکند به اعمال خود زندگانی دنیا را و زینت و زیباییش، نوفی الیهم اعمالشان برش میتم، ثواب عمل دنیا را میخواه برش میتم، و هم فیها لا یبخسون، در دنیا عملش کم نمیشه ثوابش. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، اینا در آخرت هیچ حصه ندارن مگر آتش. کسی به خاطر اعمال دین به خاطر دنیا انجام بده، در آخرت جایش آتش است. و حبط ما صنعوا، اعمال نیک کرده برباد شد. و باطل ما کانوا یعملون، بی اثر باطل شد آن اعمالی که انجام داد. در سوره هود آیت 15 و 16 الله میفرماید. چقدر خطرناک. ولی متاسفانه بسیاری کسا به حج میره به خاطر دنیا. دوم استخاره کردن. نماز استخاره را حدیث صحیح امام جابر روایت کرده، جابر رضی الله عنه میفرماید صحابی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه به ما استخاره را یاد میداد مثل که یک سوره را تعلیم بده و میگفت که اذا هم احدکم بالامر، وقتی قصد میکنه یکی از شما یک کار مشروع را، فلیرکع رکعتین، 2 رکعت نماز بخوانه، من غیر فریضه، فرض نباشه. بعد از او ثم لیقول اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک تا آخره و اسالک من فضلک العظیم، همین دعا را بخواند باز حرکت کنه. خب حج خب فرض شد، ولی که به خیر و مسمیت چطور می باشه انسان یک استخاره کنه، 2 رکعت نماز بخوانی، بعد از اون دعای استخاره را در کتاب‌ها هستن یاد بگیره. یک کتاب به نام حسن المسلم، اذکار مسلمان، که هر کس رو یاد بگیره، که هر
جایی که انسان دعا میکنه از خانه میبره داخل میشه و کلش دعا است. او را یاد بگیرین، اینجا است در کتابخانه، در دیگه جا میافت میشه. دعا می دعای استخاره هم است. باز اگر همین مثال یعنی حج برای خیر و منفعتش است، الله برش توفیق میده که بره. اگر دید که به خیرش نبود باز او را میگردانه. دوم توبه کردن. وقتی که قصد حج میکنه توبه از همه گناه. هر وقت توبه کنیم خصوصا به طرف حج میریم، الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. توبه نصوح قصد میکنی که دیگه ما بازگشت به گناه نمیکنیم. تصمیم جدی است. توبه بکنی که یا الله که امیال توبه کردیم دیگه که پس آمدم هرگز گناه نمیکنم. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. الله امر میکنه که توبه بکنین ای مؤمنین تا کامیاب شوید. در سوره نور آیه 31. دیگه وصیت کردن. یک چیزی را نوشته که وصیت بکن سر کسی تو دین و قرض داری یا مردم سر تو داره، این باید نوشته شود. در این باره حدیث صحیح است که عبدالله بن عمر رضی الله عنه میفرماید، حتی حدیث بخاری مسلم است، که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما حق امرئ مسلم له شیء یوصى فیه یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبه عنده. حق یک مسلمان اگر به بالای کسی است میگه 2 شب با بالایش نباید تیر شود مگر وصیتش بالای سرش نوشته باشه. حتی عبدالله بن عمر رضی الله عنه که خواب میکرد هر شب وصیتش زیر سرش میگه، به این حدیث عمل میکرد. خود عبدالله بن عمر فرزند عمر رضی الله عنه که راوی حدیث است، سر مردم چقدر پیسه داری نوشته باشه و اون مردم سر تو چقدر داره اون نوشته باشه. حتی شاهد بگی، خصوصا که دیندار باشه، شاهد بگی وکیل تعیین کو که دین مرا ادا میکنه، شاهدا هم باشه، به خاطر که دین بخشیدنش بسیار گناه است. اینا کسایی که آدم کشته زمین مردم غصب کرده، ای توبه از اینا چی است؟ زمینا رو تسلیم کن. یگام کماندانان زمین غصب کردن آدم کشتن، پیشو کسی کشتی برو را راضی بکن، پیسه میتیار چی که است. توبه کسی که حق بنده ها را گرفته تا حد توان باید حقش برش برسانه و وصیت بکند، وصیتش بالای سرش باشه. خصوصا در ارتباط دین، حتی شهید رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید یغفر للشهید کل شیء الا الدین، رواه مسلم. بر شهید هر گناهش بخشیده میشه مگر دینش، دین که قرضدار است از مردم یا حق مردم به بالایش این بخشیده نمیشه. یعنی شهید در راه الله که شهید میشه کافر رو میکشه، کل گناهش الله میبخشه. دیندار دیگه حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله جنازه‌اش نخوانده. یک کسی اومد جنازه را آوردن، پیامبر صلی گفت که علیه دین به بالایش است. گفتم بله. چند روپیه است؟ گفت 3 دینار. دینار پیسه طلا بود. پیامبر صلی گفت من جنازه‌اش نمیخوام، دیگه کسی بخوام. دیگه جنازه آمد گفت دین به بالایش است. گفت بله. گفت اینم نمیخوام. باز یک صحابی خیس قتاده نام داشت، گفت یا رسول الله دینش هم میتونم. بعد از اون پیش شد جنازه‌اش خواند. یعنی دیندار تا جنازه‌اش نمیشه. و دیگه اگر والدینش حج فرضی نیست، والدین خود راضی بسازه. اگر حج فرضی بود والدینش گفت من راضی نیستم، خیرت برا پشت از اون نگردم. و نفقه حلال، یک چیز دیگه ای که پول حلال جمع کنه، از حرام نه. متاسفانه که حال بعضی ها حرام جمع کردن میره میگه چرا تو میکنی؟ میگه بان که یک حج بکنیم، کلگی حج رفت. بیا خدا مهربان است، در حالی که حدیث صحیح است رسول الله صلی میفرماد ان الله طیب، الله پاک و پاکیزه است، لا یقبل الا طیبا، قبول نمیکنه مگر چیز پاک را. مصرفی که تو از اینجا تا اونجا میکنی باید پاکیزه باشه، حرام نباشه. اینی شرایط، بعض شرایطش هست. و دیگه یکی از شرایط عمده‌اش تعلم احکام حج، احکام حج یاد بگیری. حتی 2 ماه به نظر ما باید بخوانی کل احادیث بخواد که حج چه قسم باشه. بدعت های حج اگر وقت پیدا کردیم، در حج اقا مردم بدعت میکنه. بدعت که از کل عمل لیس علی امرنا فهو رد، اعمال است که اعمال خیر انسان از بین میبره. و رسول الله صلی الله علیه و آله کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. خصوصا در مراسم حج، کسایی که از احکام حج بخبره، اقا گناهی بدعت میکنه حد نداره، بس صدها بدعت انجام میده. از همینجا که در احرام در نیتش که به زبان میگه یک بدعت است، که نیت کردم میکردم او کردم. بدعت های مختلف است، ان شاء الله یک وقت دیگه میگیم. الله به ما شما توفیق بده.